بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بینهایت مهربان. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدرم، امروز با توفیق و فضل الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این سلسله درس های خود را ادامه میدهیم و او سبحانه و تعالی را سپاس و ستایش میکنیم و از او سبحانه و تعالی کمک و یاری میجوییم و از او طلب آمرزش میطلبیم و با سوی او توبه میکنیم از بدی های نفس هایمان و از کارهای ناشایسته امان به پروردگار پناه میبریم. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه نخواهد کرد و کسی هم او را گمراه کردن نمیتواند، و هر کسی که گمراه شود کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنها اوست شایسته عبادت بدون شریک، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و سلم. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی سلسله از درس های خود در کتاب فقه میسر فی ضوء کتاب و سنه با طبق کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مسئله دومی که امروز ما با همراهی شمایان از این کتاب سخن میرانیم، این کتاب الصلاة، کتاب نماز است. کتاب نماز میفرماید شیخ صاحب کتاب یشتمل علی 15 بابا، که این کتاب در برگیرنده 15 باب است، از 15 باب عبارت است. باب اول فی تعریف الصلاة و فضلها و وجوب الصلوات الخمس. باب اول در بیان تعریف نماز و فضیلت‌های آن و اینکه واجب بودن نمازهای 5 وقته. اولا تعریفها، تعریف نماز. الصلاة لغتا الدعاء، نماز در لغت به معنای دعا می آید. دعا این التجا و التماس است. نماز در لغت به معنای دعا می آید. و شرعا و در شریعت باشد عبادت ذات اقوال و افعال مخصوصه، یک عبادت است که دارای گفته ها و کردارهای مخصوص معین است. مفتتحه بالتکبیر مختتمه بالتسلیم، که این عبادت با تکبیر تحریمه گفتن الله اکبر آغاز می شود و با سلام دادن به اتمام یابد. و تفصیلات این در فصلهای آینده ان شاء الله تعالی ذکر و یادآوری خواهد شد. اولا یکی دوم در بیان فضیلت نماز سخن میرونیم. میفرماید که الصلاة من اکد ارکان الاسلام بعد شهادتین، این که نماز از محکمترین پایه‌های اسلام بعد از شهادتین میباشد و نماز یکی از استوارترین این پایه‌های اسلام است. الله سبحانه و تعالی با پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج، در شب اسراء و معراج، که هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه اسراء کردند بر بیت المقدس، بر فلسطین، و در آنجا معراج کردند بر بالای آسمان‌های هفتگانه، و در آنجا این نمازهای 5 وقته فریضه الهی بر دوش تمام این امت فرض قرار داده شد. و این دلیل است بر بزرگی نماز در حیات و زندگی مسلمان. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که از چیز نگران میشد به نماز رو می آورد، یا که چیز او را نگران میکرد به سوی نماز میشتابید صلی الله علیه و سلم. و از جمله احادیثی که در بیان فضیلت نماز سخن میراند حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند، که این حدیث را امام مسلم رقم 233 یادآوری میکند، قوله صلی الله علیه و سلم، این که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم، صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه والرمضان الى الرمضان مکفرات بینهن مجتنبات الکبائر، نمازهای 5 وقته از جمعه تا جمعه دیگر، از رمضان تا رمضان دیگر، پاک کننده آنچه که در بین آنهاست از گناهان است. همه این نمازهای 5 وقته که ما و شمایان در یک شبانه روز ادا می‌نماییم، یا که از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، همه اینها سبب پاک گشتن گناهان بنده میگردد. در دامن چی فرمودن؟ مجتنبات الکبائر. اگر انسان از گناهان کبیره دوری بجوید، این است که این نماز سبب بخشش گناهان بنده میگردد. و در دیگر حدیث
همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که این حدیث رو بخاری و مسلم روایت می‌نمایند از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل یوم 5 مرات، که فرمود میگویم به شما، رسول الله گفتن به صحابه که در نزدیکی خانه از شما، در نزد در خانه از شما دریای جاری باشد که هر روز در آن شما 5 بار غوطه بزنید و آبازی کنید، آیا چیزی از چرکینی ها در تن شما باقی میماند؟ و صحابه گفتند نه، لا یبقى من درنه شیء، گفتند که نه، از این چرکینی ها چیزی در بدن انسان باقی نمیماند. قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن خطایا، همچنین نمازهای 5 وقته این گونه است، این چنین است که الله با واسطه این نمازهای 5 وقته که بنده ادا نماید گناهان بنده را پاک می‌سازد. درن این چرکینی رو میگویند. بارک الله فیک. این است یک چند احادیث در بیان فضیلت این ادا نمودن نمازها در وقتش. اما مسئله سوم وجوبها یا که وجوبها و فرضیتها معلومه بالکتاب و سنت و اجماع، معلوم من الدین بالضروره. فرضیت نماز با قرآن و سنت با اجماع یعنی اتفاق علماها ثابت شده است و بر هر مسلمان لازم است که آن را باید بداند. و دلیل اول در بیان فرضیت این نمازهای 5 وقته الله می‌فرماید و اقیموا الصلاة و نماز را برپای بدارید، سوره بقره آیت 43، و نماز را برپای بدارید. و در دیگر آیت الله می‌فرماید قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، بگو بر بندگان من که بر من ایمان آورده اند تا نماز را برپای بدارند، سوره ابراهیم آیت 31. این آیه های کریمه اشاره بر آن میکند که نمازهای 5 وقته در وقتهای معین شده ای که الله بر ما دوش ما فرض کرده است واجب است. وگرنه دلایل در قرآن خیلی زیاد است، زیاده در 80 چند جای قرآن دلیل بر این که نمازهای 5 وقته برای هر یک انسان واجب است ثابت شده است. اما از سنت باشد دلایل بر واجب بودن نمازهای 5 وقته حدیث معراج، حدیثی که در شب معراج ذکر شده است، در بیان شب معراج که فرمودند هی 5 و هی 50، گفتند آن 5 وقت است، یعنی که 5 وقت نماز ادا کرده می شود، ولی در اجر و پاداش مثل 50 وقت است. روایت بخاری حدیث رقم 349. و همچنین در صحیحین، در صحیح بخاری و مسلم از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نیز روایت است که هنگامی که درباره اسلام کسی از او صلی الله علیه و سلم پرسیدند، گفتند 5 صلوات فی یوم و لیله، 5 وقت نماز را گزاراندن در یک شبانه روز. و پرسید آیا جز آنها بر من چیز دیگری فرض است؟ رسول الله گفتند لا الا ان تطوع، نه مگر اینکه اگر تو نمازهای نافله بخونی بگذاری. روایت بخاری و مسلم. وگرنه احادیث در این موضوع خیلی زیاد هستند. و نمازهای 5 وقته بر کی واجب است؟ قسمت دیگر. بدون برادر و خواهر گرامی که نمازهای 5 وقته بر شخص مسلمانی که بالغ است و عاقل است فرض است و از کافران و کودکان و دیوانگان پذیرفته نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند رفع القلم عن 3، قلم یعنی حساب کتاب از 3 کس برداشته شده است. عن نائمی حتی یستیقظ، از شخصی خفته در خواب رفته تا اینکه بیدار شود. عن المجنون حتی یفیق، از شخص دیوانه حتی اینکه به هوش بیاید، به عقل بیاید. عن الصغیر حتی یبلغ، از کودک از خردسال حتی اینکه به بلاغت برسد، حتی اینکه به بلاغت برسد. اما فرزندان کودکان از 7 سالگی امری بر نماز کرده میشوند و اگر به سن 10 سالگی رسیدن و نماز را ترک کردن نسبت آن به پروا و به اهمیت شدن بر آنها تنبیه کرده می شود، بر آنها ادب داده می شود. بارک الله فیکم. پس خطرهایی که بر تاریکی نماز است، کسی که نماز را ترک می نماید چی خطرهایی بر او است؟ بدون برادر و خواهر گرامی که هر کی نماز را انکار کند یا ترک نماید کافر می گردد و از دین اسلام خارج می شود. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودند العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، آن عهدی که بین ما و آنهاست کافران این نماز است و هر کس که آن را ترک کند به درستی که کافر شده است. روایت مسلم حدیث رقم 134. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی از این عاقبت های بد ما و شما را در پناه عصمتش نگاه بدارد. اما در بیان حکم بی نماز ما مفصلا صحبت کرده بودیم، میتوانید آن را در کتابخانه پیدا نمایید.